سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده جهت اشتراک در جلسه 23م شورای سران حکومت‌ها سروزیران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر اسلام آباد جمهوری اسلامی پاکستان قرار دارند. گزارش همکاران ما. 15 اکتبر در دایره جلسه 23م شورای سران حکومت‌ها سروزیران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر اسلام آباد سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محمد شهباز شریف با سروزیر مملکت قاهی رسولزاده ملاقات نمودند. گفته شد که همکاری‌ها بین دو دولت هم در دایره دو جانبه و هم بسیار جانبه از جمله در دایره سازمان همکاری شانگهای مرحله به مرحله رشد می‌کنند. سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محمد شهباز شریف تاجیکستان را یکی از دولت‌های شریک اساسی خود در منطقه ارزیابی نموده برای باز هم تقویت بخشیدن همکاری‌ها در بخش‌های گوناگون از جمله اقتصاد و تجارت و فرهنگی و معرفتی اظهار هوسمندی نمودند. سروزیر مملکت تاکید داشتند که برای نائل گردیدن به نقشه‌های پیش بینی شده بین هر دو دولت امکاناتی فراوان موجود است. همچنین 15 اکتبر در شهر اسلام آباد جمهوری اسلامی پاکستان ملاقات سروزیر مملکت قاهی رسولزاده با سروزیر شورای دولتی جمهوری مردمی چین لی کیتسیان دایر گردید. ضمن ملاقات وضع و دورنمای همکاری بین حکومتی در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی و فرهنگ و اجتماعی مورد بررسی قرار داده شد. تقویت همکاری‌ها در ساحه انرژتیک و راه و نقلیات از جمله مهمترین سمت‌های همکاری دو کشور ارزیابی گردید. از جمله از تطبیق لایحه‌های بزرگ راهسازی در یکجایگی با متخصصان چین نیز یادآوری کرده شد.